سلام به همه. امروز میخوام آماده بشم برم فستیوال تومارولند دبی که توی تراس برگزار میشه. اول اومدم یه سالن کنار خونم که موهامو درست کنه. چقدرم خوشگل شد واقعا که دوستش داشتم، با اینکه یکم خانومه برمیرفت ولی خب خدا رو شکر خوشگل شد. رفتم خونه بود و لباسمو پوشیدم. این لباسم میتونید به آنلاین شاپ خودم سفارش بدید، نیلوفری آنلاین شاپ. و رفتیم سراغ میکاپ که این برانزر دیور رو تازه خریدم و میخوام با شما آنباکسش کنم. واو چه خوشگله. برانزر من معمولا روی میکاپم میزنم که حالا ضد آفتاب زدم و یه کرم پودر روشن، چون پوستم هم همیشه برونزه دوست دارم که پوست صورتم هم مثل بدنم باشه و خیلی بوی خوبی هم میده و کاورش هم عالیه. من که عاشقش شدم. آرایشم رو زود تمام میکنم. همیشه دیگه بعد از برانزر رژگونه و سایه و یه خط چشم لایت و خط لب میزنم و این همیشه میکاپ من. معمولا هر جا بخوام برم همین میکاپ رو میکنم. میکاپم معمولا یه شکل همیشه، یعنی فقط ممکنه خط چشم بکشم یا نکشم، که حالا امشب چون که فستیواله یه خط چشم فقط هم انتهای چشممو میکشم، نه اینکه خط چشم کامل. در نهایت هم با بالم لبای شایندار فنتی بیوتی کار در میاریم و تمام. اینم از میکاپ من که تموم شد. چطور شدم؟ خب بزن بریم پایین که دوستان منتظرن. 1 ساعتی تو راه بودیم و رسیدیم بالاخره و با کمال ناباوری با اتوبوس اومدن دنبالمون که سوار اتوبوس بشیم بریم به سمت خود فستیوال. و ما حالا با این استایلای جیگول مستان و سوار اتوبوس بشیم. ولی خوبیش اینه که همه مثل خودتن دیگه. رسیدیم و فضای تراسولیس یه حالت مثل کویر تور داره و ماستری توره. منم دفعه اول بود که می اومدم اینجا هم یه سری لباسای فستیوالی داشتن که میتونستی حالا بخری و ما هم که هنوز نرسیده شروع کردیم به فیلم و عکس گرفتن و دیگه استارت زدیم. خیلی شب خوبی بود. شما بیاین ببینین که لذت ببرین.